پروردگارا، ای خدای مهربان، امروز فرزندانم را در پیشگاه تو بلند می کنم. درست است آنها فرزندان من هستند، اما قبل از اینکه من آنها را در آغوش بگیرم تو آنها را می شناختی. پس صدایشان کن. تو آنها را از قصد آفریدی و سرنوشتشان را در آنها دمیدی. اکنون از تو می خواهم که قلبشان را با نور خود محاصره کنی. می خواهم در دنیای پر از صدا زمزمه تو را بشنوند. ای خداوندم، وقتی وسوسه در میزند به آنها قدرت نگفتن و شجاعت ایستادن در برابر آن را بده. ای خدای مهربان، سپاسگزارم که آنها را بیش از من دوست می‌داری و همین دلیل نه با ترس بلکه با ایمان کامل و آرامش آنها را به دستان توانمند تو می‌سپارم. تو حافظ آنها هستی. تو خدایی هستی که هر کاری را شروع کنی عالی به پایان میرسانی. من میدانم که داستان فرزندان من باعث افتخار خواهد شد. آمین.